خوشبختانه الان فکر میکنم امسال اولین سالی باشه بعد از 3 سال که یکم شرایط کار میخواد بهتر بشه. بالای مثلا 6-7 بار دیدیم که به محض اینکه آمبولانس رد میشه یه تعداد ماشین میان پشتش. سلام، من حمیدم. این دومین قسمتیه که ما با بچه‌ها میایم صحبت می‌کنیم تو سرتاسر جهان دنیا برای بین‌المللی ساختیم واسهتون که ببینیم اونجایی که زندگی میکنن شرایط چجوریه و چجوری رفتن، از سختیاش برامون بگن. ما اینجا قرار نیست براتون ویزا بگیریم، ما اینجا قرار نیست ما قرار فقط کمکتون کنیم که از ایران بریم، قرار نیست شما رو از ایران ببریم. و مهمون امروزمون زهرا کانادا زندگی میکنه. سلام زهرا، چطوری؟ خوبی؟ سلام، مرسی، ممنونم، خوشحالم که مهمون برنامه‌تونم. مرسی که دعوت ما رو پذیرفتی. خواهش میکنم. خوبی؟ مرسی، ممنون. خب زهرا، یکم از خودت برامون بگو، اینکه چند سالته، چند وقت رفتی اونجا، کجایی دقیقاً و حالا چجوری رفتی، پروسه چجوری بود، تو ایران چی کار میکردی؟ یکم از خودت برامون توضیح بده. درسته. من الان 33 سالمه، تقریبا هنوز 2 سال نشده، 1 سال و 7-8 ماهه که اومدم کانادا. توی اتاوا دارم زندگی میکنم. اولش تحصیلی اومدم. شهریور رفتی درسته؟ درسته، اواخر شهریور میشه، تقریبا اکتبر که اومدم اینجا. برای تحصیل اومدم، بعد الان درسم تموم شده و حالا که از خوششانسی‌های من این بود که قبل از اینکه درسم تموم بشه وارد فضای کار تخصصی شدم. به همون میگی چی میخوندی و تو چه دانشگاهی میخوندی؟ آره حتما. من واسه مستر دوم اومدم اینجا. مسترم بیزنس آنالیتیکس بود، ترکیب دیتا آنالیتیکس و یعنی بیشتر تمرکزش روی دیجیتال ترانسفورمیشن بود، چیزی که اینجا یه چند سالی هست خیلی بابه، همه بیزنس ها میرن سمت دیجیتال ترانسفورمیشن. رشته خیلی خوبی بود. خیلی واضح‌تر بگم اسم رشتم TIM بود، تکنولوژی اینویشن منیجمنت بود و همونطور که توضیح دادم خیلی تمرکزش روی دیجیتال ترانسفورمیشن بود، این که بیزنس ها رو چطوری کل فرایندشون رو دیجیتالایز کنیم، از روال سنتی و ترادیشنال بیاریم سمت دیجیتالایز کردن. خب این خیلی موضوع مهمیه و در این حال هم پیچیده است و کانادا، حالا چون که میدونید به نظر من یکم کانادا توی این حوزه تکنولوژی از آمریکا عقب‌تره. الان خیلی بحثش گرمه و داغه توی کانادا. هم اکثرا همه بیزنس‌ها دوست دارن برن سمت اینکه کل پروسه‌هاشون رو دیجیتالایز کنن و این خوبی‌ها و بدیهای خودش رو داره و این رشته این فرصت واسه من ایجاد کرد که واقعا ببینم به این حوزه علاقه دارم یا نه، که کاملا چیزی بود که من واقعا تو ایرانم که بودم خیلی علاقه‌مند بودم. این که پروسه ها رو راحت تر کنم، دیجیتالایز کنم، همیشه چیزی بود که تو ذهنم بود و اینجا حالا خیلی بیشتر باهاش آشنا شدم، با آدمایی که واقعا تو این حوزه حرفی واسه گفتن دارن آشنا شدم. دانشگاهی هم که درس خوندم کارلتون بود توی اتاوا و چون من کلا حوصله تز و این چیزا رو نداشتم، رشته‌ای هم که انتخاب کردم بدون تز بود که حالا اصطلاحا هم میگن نان تیسس بود، که بتونم بعد از اینکه درس رو تمام میکنم خیلی سریع وارد بازار کار بشم، درگیر ریسرچ نشم، چون زیاد آدم نیستم که اهل ریسرچ باشم. خیلی صادقانه بگم دوست دارم توی حوزه دیپ بشم، مرد عملی. آره چجوری بگم، پرکتیکال و دنیای بیزنس رو خیلی بیشتر دوست دارم، واسه همین دلیل انتخاب من. بعد توی کانادا دانشگاه چجوریه؟ مثلا اروپا دولتی و خصوصی داره یا اینکه همشون مثلا یه حالت خصوصی دارن، فاند میشه گرفت راحت، نمیشه، چجوریه؟ من رشته‌ای که اومدم فاند نداشت، دلایل زیادی هم داشت. من واقعا فرصت اینو نداشتم که بگردم دنبال یه دانشگاه دنبال فاند بگردم، چون همونطور که میدونی واسه فاند گرفتن یه پروسه یکم طولانی‌تره دیگه. شما باید یه نتورکینگ داشته باشی با استاد، کارش یکم باش آشنا بشی، در واقع بتونی این رایزنی بکنی که کاری که شما چند ساله داری تو ریسرچ انجام، این چیزی که من واقعا دوست دارم اگرم حالا تو ایران انجام ندم، چیزی که من پشنمه، دوست دارم بیام اونجا ادامه بدم. من فکر می‌کنم آخرای فوریه واسه دانشگاه اقدام کردم و این حالا بچه‌ای که درگیر اپلای میدونه که تقریبا خیلی دیره واسه اپلای. رشته‌ای که من اومدم اصلا فاند هم نداشت و کلاً رشته‌هایی که سمت بیزنسن فاند ندارن، مخصوصا اینکه مستر بشه. شاید برای پی اچ دی فاند داشته باشه که من اصلا اطلاعی ندارم، ولی اونطور که اکثر بچه‌ها میدونن رشته‌های بیزنس توی مستر اصلا فاند
ندارم، مگر اینکه شما بیای اینجا. همین اتفاقی واسه من افتاد، من درگیر یه ریسرچی شدم اینجا ترم اول که خیلی هم فرصت خوبی بود توی حوزه کارآفرینی بود برای خانم ها، این که ببینیم چه فاکتورایی باعث میشه که مثلا خانم ها کارآفرین بشن. و خب خیلی پروژه قشنگی بود و من درگیرش شدم. به غیر از این حالت که شما درگیر پروژه بشی وسط اون سالایی که داری سالایی که داری تحصیل میکنی، این شانس رو کلا نداری که شما فاند بگیری برای رشته‌های بیزنس توی مقطع مستر. بعد کلا رشته‌های بیزنس هم تا جایی که میدونم خیلی گرونن نسبت به رشته‌های دیگه، درسته؟ آره متاسفانه یعنی اصلا بیشترش که MBA، ولی خب چون من مستر اولم MBA بود اصلا قطعا قبول نمی‌شدم اگه می‌خواستم برای MBA دوم بیام بخونم. ولی آره رشته‌های بیزنس متاسفانه خیلی هم گرونه. به ایران اشاره کردی، خب خوبه که رزومت هم بدونیم که بدونیم مثلا با چه عقبه‌ای و با چه بک‌گراندی تونستین قبول بشی. توی ایران درست چجوری بود؟ کدوم دانشگاه بودی؟ مثلا معدلت چجوری بود؟ بعد اینکه آیا کاری که می‌کردی اون بهت کمک کرد واسه اینکه از ایران بری یا نه؟ در اپلایت اون کارت بهت کمک کرد یا نه؟ راستش رو بخواید به نظرم پذیرش دانشگاه گرفتن مخصوصا زمانی که شما به فکر فاند نباشی واقعا اونقدر کار سختی نیست. من لیسانس آیتی داشتم از دانشگاه تهران، بعد MBA هم از خوارزمی گرفتم. من حتی یک بارم ریجکت شدم برای اپلای واسه دانشگاه قسمتی که می‌خواستم ویزا بگیرم، به خاطر اینکه اشتباه کردم توی نامه‌ای که داشتم برای آفیسر می‌نوشتم خیلی تاکیدم روی منیجمنت بود و خب من ریجکت شدم. و وقتی به نفر نشون دادم که خیلی نالج بالایی داشت، برگشت گفتش که یه نفر وقتی MBA میگیره یعنی دیگه توی منیجمنت دیگه بالاترین لوله و شما وقتی پوش داری میکنی که من میخوام نالج منیجمنتمو بیشتر کنم حتی توی جهان اول اینا، زیاد واسه اونا معنی نداره. خب چه فرقی داره مثلا جهان اول جهان سوم؟ واسه همین وقتی عوضش کردم رفتم سمت این که چون مستر من مستر بیزنس آنالیتیکس بود، خیلی بیشتر مانور دادم روی اون قضیه که من میخوام این دانش منیجمنت هم با بیزنس آنالیتیکس ترکیب کنم و حالا اچیومنت داشته باشم و بعد برگردم ایران و برای کاری که انجام میدادم مثلا ولیو بیشتری بیارم. اون موقع بود که اکسپت شدم. ولی واقعا گرفتن پذیرش دانشگاه توی این شرایط اونقدر کار سختی نیست. توی اینجا من کریر شغلی که انتخاب کرده بودم سمت پروداکت دیولپمنت و پروداکت منیجمنت بود. الانم که اومدم اینجا خیلی قوی‌تر و حالا حرفه‌ای‌تر از زمان ایران دارم اینجا ادامه میدم. بعد از تجربه‌ای هم که الان همچنان داخلش هستم، شرکتی که دارم کار می‌کنم به عنوان پروداکت منیجر، اینم دارم در واقع تو همون مسیر فهمیدم که پروداکت منیجر همون چیزی که من واقعا بهش علاقه دارم. آره با توجه به اینکه پروداکت منیجر منم بودی خیلی قشنگ اون thing توه، چیز توه، نمیدونم فارسیش چی میشه، میخوای به یکی بگی این مثلا مال توه. بعد پس گفتی که حالا اونقدرا رزومه ساختنه کار سختی نیست، یعنی میشه راحت این کار انجام داد اگر بخوای دانشگاه خصوصی بری و دنبال فاند نباشی و اینا. آره دقیقاً حقیقتش رو بخواید آره من کسی ندیدم که خیلی سختی کشیده باشه واسه اینکه ادمیشن دانشگاه رو بگیره تو این شرایط. قضیه فاند گرفتن دیگه خب بچه‌ها میدونن بالاخره یه ذره سختی داره، همون بحث‌های نتورکینگ که شاید تو ایران ما چندان توش قوی نیستیم، اینجا خیلی پررنگ‌تره و بالاخره یکم بحث نگوشیشن با استاد که واقعا بتونی راضی کنی که همون چیزی که شما سالیان ساله بابتش داری تلاش میکنی تو ریسرچ، همون چیزی که منم میخوام شما کمک کنم بیام اونجا، حالا چه برای دوره 2 ساله مستر چه برای مثلا 5 ساله پی اچ دی، چیزی که من بهش علاقه دارم. این یکم شاید قضیه رو سخت‌تر بکنه، ولی به غیر از این بدون اینکه فاند بگیری برای یه رشته‌ای واقعا کار سختی است. هر سوالی که دوست نداشتی جواب نده. به من میتونی بگی که هزینه دانشگاه تو اینا چجوری بود؟ همونطور که اول اشاره کردیم هزینه دانشگاه توی حوزه بیزنس خیلی زیاده. من رشتم هر ترمی بین 10 تا 12 کی هزینه‌اش بود. البته من یه خوششانسی که داشتم این بود که سال دومم بحث پیار ما جور شد و من دیگه دانشجو اینترنشنال نبودم، دانشجو دامستیک بودم و خب شهریه دانشجو دامستیک خیلی متفاوته با دانشجو اینترنشنال و این
به نفع ما شد که من دیگه نیازم بود کل 4 ترم و 10K 12K هزینه‌شو بدم. ولی برای بقیه دوستانی که اینجا میتونی بهم بگی چقدر کمتر شد؟ اینجا شهریه دامستیک خاطرت هست؟ آره، شهریه دامستیک تقریبا میتونم بگم نه دقیق، تقریبا 1/3 تا 1/2 شهریه اینترنشنال، خیلی کمتر. حالا جالبش اینه که با وجود اینکه شهریه‌اش واقعا واسه ما خیلی دیگه عدد کمی میشه، مثلا میشه 3000 تا 4000 تا، اینجا اصولا بچه‌های مستر بچه‌های اینترنشناله. یعنی حالا با توجه به فرهنگی اینجا هست دلیلی نمیبینن که این مقطع بچلر رو ببرن بکنن مستر، پی اچ دی و بالاتر. در صورتی حالا تو فرهنگ ما تو ایران اینجوریه که فکر میکنم اوریج تحصیلات حالا توی شهری مثل تهران در نظر بگیریم اوریج مثلا فوق لیسانسه، ولی اینجا اینطور نیست. فوق لیسانس خیلی مقطع بالاییه و زیاد بچه‌های دامستیک اینجا نمیان تو مقطع مستر ادامه تحصیل بدن. بعد اینکه بحث پی آر رو که گفتی، پی آر رو من خاطرم که شما از اکسپرس هم داشتین اقدام میکردین که از اون ور هم بتونین مثلا پذیرش بگیرید، جفت با هم پیش میبردید. پی آر رو چون از سمت اکسپرس اقدام کردین و اون امتیازها رو کسب کردین تونستین بگیرین، یا اینکه دانشجوها میتونن همون حین تحصیلشون دنبال پی آرشون بیافتن و بگیرن؟ اصلا پی آر میگی بهمون یعنی چی؟ آره حتما. ببینید واسه اومدن به اینجا، واسه اینکه اقامت دائم رو بگیری که میشه همون پی آر پرمننت رزیدنشیپ، خیلی مسیر زیاده. یعنی اصلا باورتون نمیشه بگم مثلا 5 تا مسیر، 10 تا 20 تا، خیلی مسیر زیاده. هر کسی با توجه به شرایطش میتونه اقدام بکنه. حالا یکی از طریق کارآفرینی، یکی از طریق اینکه جزء گروه فرانسوی زبانه. ما چیزی که انتخاب کردیم اکسپرس انتری بود و جمع نمرات بود، یعنی جمع یه سری نمرات که میشه اسکور شما. وقتی به یه حدی برسه اینا در ماه که همیشه روتینش قبل از کرونا اینجوری بود که هر ماهی 2 بار اصطلاحا میگن درا میکردن از پول اکسپرس انتری درا میکردن. ما این پی آر رو توی زمان کرونا شروع کردیم. خیلی هم امتیاز، یعنی اگر شما مثلا الگوریتم و ترند رو نگاه میکردی خیلی امتیاز بالایی هم داشتیم، ولی مسئله اینه که تو زمان کرونا همه چی پاس شده بود. برای یه چیزی بوده 2 سال کلا همه دراها پاس شده بود و ما تو اون پول بودیم مثل خیلیای دیگه. دلیل این که خیلی با این که حالا ممکنه بگید که خب اگه اسکورتون بالا بود چرا مثلا 2-3 سال زمان برد که مثلا درا بشید. دلیلش این بود که اون 2 سال که وقتی پاس شده بود خیلی از بچه‌ها بودن که اینجا تو خاک کانادا بودن، درسشون رو تموم کرده بودن، خب یه اسکور تحصیلی اینجا رو گرفته بودن که ما نداشتیم، و اینکه خب اینجا تجربه کار داشتن. اینجا شما 1 سال تجربه کار مثلا تخصصی داشته باشید اسکور براتون حساب میشه. و بعد از 2 سال که این پروسه دوباره به جریان افتاد دیگه امتیاز ما در مقایسه با کسایی که خیلی هاشون تو خاک کانادا بودن اونقدر امتیاز بالایی نبود. ما تصمیمی که گرفتیم بود که 2 تا راه حل داشتیم دیگه. میتونستیم توی ایران منتظر بمونیم 1 سال 2 سال بعد بشه پیارمون، مطمئن بودیم که پیارمون اوکی میشه، ولی حالا 1-2 سال زمان میبره. اونجا منتظر بمونیم، یا اینکه کاری که ما کردیم دوست داشتیم به این نتیجه رسیدیم که ما اگر 1 سال هم زودتر وارد خاک کانادا بشیم، مارکت اینجا رو بسنجیم و خودمون رو آماده بکنیم برای مسیری که تو ذهنمون داریم، خیلی بهتر. و هنوزم که برمیگردیم به عقب نگاه میکنیم با وجود اینکه گفتم علاوه هزینه‌ای خب خیلی متفاوته، یه نفر با پی آر پاشه بیاد اینجا ادامه تحصیل بده یا هر کاری دیگه بکنه، یا یه نفر مثلا به عنوان اینترنشنال بیاد اینجا. ولی هنوزم وقتی برمیگردیم به عقب به تصمیم فکر میکنیم که مثلا ما 1 سال زودتر از اینکه پی آرمون اوکی بشه اومدیم اینجا با اون هزینه رو کردیم، میبینیم که تصمیم خیلی درستی گرفتیم. دلیلش هم اینه که شما وقتی میاد اینجا یکم بعد فرصت بدید به خودتون. خیلی از مهارتایی که تو ایران اصلا اهمیتی براش قائل نمی‌شدن، مثل بحث نتورکینگ، کامیونیکیشن و چیزای دیگه، اینجا خب خیلی پررنگ‌تر میشه. مارکت رو به یکم زمان میبرید که باهاش آشنا بشید. اینجا چیزی که تو فرهنگ بچه‌ها هستش، مهم نیست که شما مثلا از چقدر خانواده پولداری داشته باشید. اینجا تو زمانی که شما تو دبیرستان هستید یا میرید وارد دانشگاه میشید، باید اصطلاحاً کار جنرال بکنید، کاری که هیچ ربطی به اکسپریانس شما تو گذشته نداره. اینا چیزایی بود که حالا بگیم شد که فرهنگی یا هر چیز دیگه یکم زمان می‌برد و اون 1 سال برای ما خیلی بازی خوب بود که
زمانی که پیار ما اوکی شد، یک مسیر یه ساله هم رفتیم و کاملا میتونم بگم خیلی خیلی اخت شدیم با مارکت اینجا، با فرهنگ اینجا و این خیلی به نفع بود. پس گفتی که برداشتی که من داشتم بچه‌ها حتی اگه از ایران هم برای اکسپرس و پیار اقدام نکنن میتونن بیان اونجا و حین تحصیلشون این کار انجام بدن دیگه. آره، حین تحصیل هیچ فرق با زمانی که شما تو ایران هستی نداری، به خاطر اینکه شما بازم در هر سال 2 اسکور رو نمیتونی بگیری، چون زمانی که داری تحصیل میکنی مدرک کانادایی رو نمیتونی اسکورش رو بگیری و اینکه خب تجربه کار کانادایی دیگه، تجربه کار تخصصی هم نمیتونی اسکورش رو بگیری. پس هیچ فرقی نداره که شما نشسته باشی تو ایران برای پیار اقدام کنی یا تو اون زمانی که شما در واقع ورک پرمیت هم که نداری، ویزاتون ویزای استودنت هستش، هیچ فرقی این دوتا با هم دیگه نداره. حالا توی این مسیری که داشتی که به اینجا رسیدی و پیارتو گرفتی و اینا، چه سختیایی بود، چه چالش هایی بودش که احتمالاً یه کسی که میخواد این راه تو رو بره باهاشون قرار درگیر باشه فکر کنم برای تا رسیدن به کانادا ها؟ یعنی قبل چالش های تو کانادا و تو بخش بعدی درباره‌اش صحبت میکنیم. آره ما یادم خیلی شما اذیت شدیم، یه بار سر کرونا، یه بار سر اعتراضات ایران، یعنی هر چی میشد یه افکت بدی روی پروسه شما داشت. آره دقیقاً، به نظر مهمترین تاثیرش بحث کرونا بود و مسئله این بود که من الان به شما دارم میگم که 2 سال پاس شده بود این پروسه، ولی اصلا همچین اطلاعاتی رو نمیدادن. هر 2 هفته که زمان درا میشد میگفتن که خب این هفته درا نداریم ولی 2 هفته دیگه درا داریم و شما فرض کنید 2 سال با این روال پیش رفتن خیلی شرط آدمو سخت میکنه و خیلی از برنامه‌ریزی‌ها رو شما بابت هر تصمیمی که می‌خواستی بگیری، می‌خواستی شغلتو عوض بکنی، می‌خواستی پروموشن بگیری و هر چیز دیگه شما پاس می‌کردی. چون مثلا ما از طریق وکیل هم اقدام کرده بودیم، خب بالاخره به حرفای وکیل ما باید گوش بدیم دیگه، اون قطعا تجربهش از ما بیشتره و بابت هر کاری مثلا میگفتن صبر کنید درست میشه 1 ماه دیگه 2 ماه دیگه. حالا مثلا آره مثلا یادم میاد وکیل میگفتش که این 3 ماه دیگه اوکی میشه، 2 ماه دیگه اوکی میشه، ولی این پروسه تا 2 سال طول کشید که فکر میکنم قابل درکه که چقدر شرایط زندگی رو مختل میکنه و خیلی از کارا شاید ساده ترین تصمیمی که تو زندگی میخوای بگیری رو حساب اینکه این 2 ماه دیگه اوکی میشه 3 ماه دیگه اوکی میشه خب کنسلش میکنید دیگه، ولی این پروسه تا 2 سال اینطوری پیش رفت و اون 2 سال هم دلیل کات شدنش این بود که ما تصمیم گرفتیم که یه مسیر دیگه رو انتخاب بکنیم، من زودتر برم برای تحصیل و اون بازی که اونجا هستیم این بحث پیار درست بشه. خب فکر می‌کنم بخش اولم تموم شد، میریم برای بخش دوم. میریم برای بخش دوم و داستان اونجا، اینکه حالا به اونجا وارد شدی و از شرایط و فضای اونجا برامون بگو. خب وقتی اومدم اینجا یه مسئله که از مهاجرت فقط بحث تحصیل نیستش دیگه، شما وقتی پاتو میذاری اینجا مهمترین چیز اینه که خب من شب میخوام کجا ساکن بشم، بحث این که خونه از کجا بگیری و این مشکلی هم که حالا ما همیشه داریم، ما از ایران هیچ وقت نمیتونستیم جایی رو رزرو کنیم، اصلا نباید هم این کار رو میکردیم چون خیلی خیلی تجربه بچه‌ها داشتن که مثلا بالاخره مسیرش هست که هزینه رو پرداخت کردم اومده اینجا اصلا پول کاملا پوچ شده. من تو بحث خونه پیدا کردم خیلی خوش شانس بودم، واقعا خوش شانس بودم، خیلی راحت از یه نفر که توی تلگرام دنبال دقیقا هم خونه میگشت، خیلی جالبه، دقیقا اسم و فامیلش دقیقا اسم و فامیل خودم بود، خیلی خنده دار بود، آشنا شدم و به محض اینکه اومدم توی اتاوا اونجا مستقر شدم و تا الان که دارم باهاتون حرف میزنم من همچنان تو همون خونه هستم. اون آدم اومد و برگشت ایران و من هم خونه یه دیگه داشتم و هنوزم من فکر کنم تا زمانی که اتاوا بمونم تو این خونه مستقرم. این یکی از دغدغه‌هایی که برای خیلی از بچه‌ها که داستانشون رو میشنوم واقعا دغدغه بزرگی بود و چقدر پول هدر دادم برای این بحث مسکن، بخاطر اینکه شما وقتی میاری اینجا یه چیزی هست Airbnb، خیلی هم باش آشنا هستید
اگر کسی هم نمیشناسی میری توی اپش یه خونه میگیری. ولی مسئله این که ایربی‌ان‌بی خیلی هزینه‌اش متفاوته، چون که ایربی‌ان‌بی واسه کسی که میخواد 5 روز 6 روز یه هفته بمونه یا مثلا بیاد سفر کنه، نه واسه کسی که مثلا میخواد یه ماه بمونه تا یه جای دائم و ثابت پیدا بکنه. و بچه‌هایی بودن که خیلی توی این مسیر، یعنی اولین قدم مهاجرت خیلی اذیت شدم بحث خونه پیدا کردم. ولی خب من این مشکل نداشتم. بعد از بحث این که من 1 ماه تقریبا دیرتر اومدم، یعنی کلاس ها شروع شده بود، من تقریبا برای 3 هفته ساعت 2 صبح بلند می‌شدم میرفتم سر کلاس تو ایران. وقتی اومدم اینجا یه 3-4 هفته گذشته بود از کلاس ها، تقریبا وسط درسا بود. تجربه خیلی خوبی بود دانشگاه. البته انگار که دانشگاه ما ایرانی زیاد داشتم بعضی وقتا. حالا یکی از استادایی که خیلی هم استاد فوق‌العاده‌ای، اولش یه شوک فرهنگی عجیب ما میداد که مثلا بعضی ایرانی‌ها تلاشگر نیستن و این خیلی بعضی وقت خیلی بار منفی داشت، چون شما همینجوریش مهاجرت سختی‌های خودشو داره و دوست نداشتیم که اون ذهنیتی که این استاد داشت از سری دانشجوهای ایرانی که مثلا بچه‌های تلاشگری نیستن، فقط قُر میزنن نق میزنن و همینو همیشه به دوش بگیره. برای همین ما خیلی تلاش میکردیم توی حداقل توی 1 سال 2 سال، حالا اون بچه‌ای که توی یکی بودیم تلاش کنیم که این باور رو عوض بکنیم واسه استاده که همه ایرانی‌ها اینطوری نیستن که خیلی اهل قُر زدن و ناله کردن باشن. بعد این که میگن از ایران میری ایرانی دیدی فرار کن، اونجا چه جوریه؟ نه واقعا اینطور نیست، ولی باید اینم در نظر داشته باشیم که بحث شخصیته. اصلا فکر نکنیم اکثر ایرانیایی که اینجا هستن باب میل ما هستن، شخصیتشون، رفتارشون، منششون از اون برم اینجوری که کاملا ایگنور کنیم و بگیم که نه ما که حالا اومدیم اینجا کلا بعد ایرانی‌ها رو بذاریم کنار. نه اینطور نیست. من تجربه اینو داشتم که با حالا که میگم فکر می‌کنم مخاطبای ما اکثر ایرانی ان دیگه، حالا مشکلی نداره که بگیم که چرا راجع به ایرانی‌ها داریم بد حرف می‌زنیم. من هر 2 تا تجربه رو داشتم. ایرانیای فوق‌العاده خوب که دوستای خیلی خوب من هستن و واقعا خوشحالم از این که دوستای خوبی مثل اونا پیدا کردم بابت طرز فکرشون، شخصیتشون، منششون. از اون برم یه سری هستن ایرانیایی که شما تو گذر زمان مجبور بودی که مثلا باهاشون آشنا بشی، شاید صمیمی بشی و به مرور دوباره، چون اول مهاجرت اینجوریه که شما شاید اصلا خود واقعی نباشی و بعد از اینکه چند سال بگذره متوجه میشید خب من همون شخصیت رو دارم، چه رفتاری واسه من آزاردهنده است، چه رفتاری نیست و کم کم دوباره پیدا میکنین آدمایی که تو ایرانم با اونا در ارتباط بودی و میذاری کنار اون آدمایی که تو ایرانم دوست نداشتی باشون در ارتباط باشی، چون اصلا میدونی هم وایب هم انرژی هم چی میگن هم فرکانس هم نبود. اینجا هم همین روال هست. بعد فرهنگ مردم خود کانادا چجوریه؟ خیلی پذیران مهاجر دیگه، چون اکثرشون مهاجرن، درسته؟ این یکی از ویژگی‌های فوق‌العاده خوبشون. اولا به شدت آدمای مهربونی هستن، خیلی عجیبه. البته تو پرانتز بگم واقعا وقتی میای کانادا اونقدر دنبال کانادایی گشتن خیلی سخت از اینکه دنبال ملیت‌های دیگه بگردی. واقعا تعداد کانادایی‌ها خیلی من می‌خواستم بگم کانادا نیتیو داره؟ اون نیتیو کانادایی داریم؟ آره هست، ولی میگم اونقدر زیاد نیست. واسه همین خیلی که مثلا حالا تو پرانتز بگم بابت زبان میگن که بیایم تو محیط زبانمون خوب میشه، همیشه به خنده میگم شما بیا اینجا مثلا باید اکسنت هندی یاد بگیری، اکسنت آفریقایی یاد بگیری. آره قبل از اینکه کانادایی‌ها رو ببینی که اونم تو ردای شغلی بالاتره، وقتی وارد کار تخصصی بشی بیشتر میتونی در ارتباط باشون باشی. ولی اون چند سال اول زیاد به این فکر نکن که بیای تو محیط زبانتون قوی میشه. کانادا اینجوری نیست، شاید آمریکا اینطوری باشه ولی کانادا اینطوری نیست. ولی بابت این ویژگی پذیرششون که فوق‌العاده است، یعنی ماها که هممون مهاجر هستیم شاید طاقتی نداشته باشیم که یه نفر با یه لهجه بد با مثلا سطح زبان پایین صحبت بکنه، ولی کانادایی‌ها کاملا اینو متوجه میشن که ما زبان اولمون زبان انگلیسی نیست. خیلی صبورن توی بحث کار، توی بحث آنبوردینگ نیروهای مثل ما که کانادایی نیستن، خیلی صبورن و این یکی از بهترین ویژگی‌هاشونه و فوق‌العاده مهربونن.
مخصوصا جنریشن های قدیم. حالا شاید نسل جدیدشون حالا اون قدم مهربون و سویت نباشن، ولی جنریشن های مثلا مثل پدرام و مادرامون، پدر بزرگ مادر بزرگ، اینا فوق العاده خیلی مهربون. از کار گفتی، کار پیدا کردن چه جوریه اونجا و اینکه اصلا کار خوب پیدا میشه، به ایرانی کار میدن؟ بابت کار یه چیزی که میتونم با خیال راحت با اطمینان بگم اینه که اصلا نگران نباشید که مثلا میایید اینجا چون ایرانی هستی یا از نشنالیتی دیگه هستید کار پیدا کردن سخت. اصلا موضوع مهم بحث زبانه. من قبلش اشاره کردم که اینا خیلی پذیرش بالایی دارن. اصلا مهم نیست براشون که شما بتونید دقیقاً مثلا با اکسنت کانادایی بتونی باشون حرف بزنی. ولی یه مسئله دیگه هم هست. شما وقتی مثلا تو پست مدیریتی، شما تو ایران مثلا دارن میگن 20 سال 25 سال مدیر بودی و توقع داری که بیای اینجا همچنان مدیر باشی، ولی نمیتونه اون قدرت نگوشیشن، کامیونیکیشن. خودتون میدونید تو بحث‌های مدیریتی شما 90% کارت فقط داری مذاکره میکنی با تیم‌های مختلف، داری زینف و مثلا باهاش نگوشیت میکنی. خب وقتی شما زبانتون سخت نباشه چطور میتونی همچین انتظار داشته باشی که اونها شما رو تو اون لول قبول کنن؟ و راحت‌ترین جوابی که مثلا این نفر میتونه بده اینه که آره من چون کانادایی نبودم، ایرانی بودم، قبول نکردن، نالج منو قبول نشدن. نه، واقعا اینطور نیست. بحث مدیریت 70%ش هیچ ربطی به این که آره شما ایرانی یا کانادایی نداره، ولی اون قسمت شاید بگم 30% هم کمتر. یه قسمتی هست که آره بعد مارکت کانادا رو آشنا باشی. ولی من با خیلی از آدم‌ها صحبت کردم، شانس اینو داشتم اینجا که با آدمای خیلی بزرگی صحبت کنم، از اینوستر گرفته تا مدیرای شرکت‌های خوب. همشون اینجوریه که اصلا برامون مهم نیست که شما مثلا چند وقت از یک کشور دیگه اومدی. شما باید اگر نالجی داری که خودت اعتماد به نفس داره که این نالج رو داری، شما فقط باید بتونی اون رو کامیونیکیت کنی. شما به من بفهمون که اون دانش رو داری تو اون حوزه، حالا میخواد تو حوزه کامپیوتر باشه، میخواد تو حوزه پروداکت منیجمنت یا هر چیزی باشه، شما اون رو با من کامیونیکیت کن، قطعا برای شما جاب خوب پیدا میشه. پس خیالمون از این راحت باشه که بعد کار اوضاعش چطوره؟ یعنی پوزیشن باز زیاده، میشه راحت پیدا کرد یا اینکه برای پیدا کردن پوزیشن جنگه؟ خوشبختانه الان فکر میکنم امسال اولین سالی باشه بعد از 3 سال که یکم شرایط کار میخواد بهتر بشه. تو زمان کرونا و حداقل 1 سال بعد از کرونا واقعا شرایط کار کانادا اوکی نبود. البته چیزی که من خبر دارم از دوستان توی امریکا و استرالیا، اونجا هم به همین حالت بود. خب آمریکا بحثش اینه که خب بیزنس‌های بیشتری هستن، جمعیت بیشتری داره، کلا این بازار اقتصادیش خیلی به نظر من خیلی پویاتر نسبت به کانادا. میدونم که کل دنیا درگیر این بحث بود و کانادا هم خیلی بیشتر درگیر بود، ولی الان میدونم امسال یکم شرایط بهتر شده. دلیلم دارم بابتش. من خیلی از دوستان که فارغ التحصیل سال گذشتن، 1 ساعت و 1 سال و نیم پیش، برای مدت 1 سال تا 1 سال و نیم داشتن دنبال کار میگشتن و خیلی ممتد داشتن، هر روز وقت میذاشتن برای کار پیدا کردن. و توی این 2 ماه گذشته، 2 ماه یا 3 ماه گذشته، من بالای 7 تا 8 از دوستان بعد از 1 سال دنبال کار گشتن دیدم که کار تخصصیشون رو پیدا کردن، اون چیزی که میخواستن. به نظر میتونه نشونه خیلی خوبی باشه که خب چون بچه‌ها ممتد 1 سال، بیشتر از 1 سال تلاش کردن، پس یعنی واقعا اون چیزی که پیش بینی میکردن که توی مثلا بعد از حالا اپریل می اوضاع اقتصادی خیلی بهتر میشه تو کانادا، مثل اینکه صحت داشته. بعد اینکه تو دوران تحصیل کار جنرال فقط میشه کرد. کار جنرال چه جوریه؟ اگه آره کار جنرال پیدا کردن چه جوریه؟ متاسفانه چیزی که من دارم میبینم، آره تو دوران تحصیل خیلی سخته بتونی کار تخصصی پیدا کنی. بازم میگم من خیلی خوش شانس بودم. فکر میکنم دلیل مهمش این بود که خب من زمانی که رفتم کار تخصصی شروع کردم پیار داشتم. خب قطعا خیلی تاثیر داره واسه کارفرما، چون زمانی که شما داری درس میخونی حتی ویزای کارم نداری، استودنت ویزا داری، نمیتونن ریسک اینو بکنن که این هزینه رو واسه شما
تقبل کنن واسه شما، چه هزینه زمانی چه مالی، و حالا ببینن که بعد از اینکه درستون تموم شد حالا لیمیت هم داره کار کردن تو دانشجویی؟ کار جنرال اگر منظورت هست آره، کار جنرال در هفته نه دانشجو کلا میخواد کار کنه، چه جنرال چه تو حوزه کاری خودش، لیمیت داره که حد و حدود داره، انقدر بیشتر نمیتونه کار آره کنه. آره دقیقاً. یعنی دانشجو ماکسیموم میتونه 20 ساعت خارج از کمپس دانشگاه کار بکنه و 20 ساعت خیلی کمه، اینجا کار فول تایم 40 ساعت نصف. بعد باعث میشه که سخت‌تر قبول کنن دانشجوها رو دیگه، درسته؟ اگه داریم راجع به کار تخصصی حرف میزنیم یا جنرال؟ جفتش اگه میشه بهمون بگو. یکم به نظر من میگم اگر بچه‌ها همزمان که دارن درس میخونن PR رو دارن یا حتی ورک پرمیت دارن که میتونم با واسه ورک پرمیت ایرانی هم صحبت کنم، یه قضیه که فقط خاص ایرانی هست، اون قضیه فرق داره، میتونم به کار تخصصی فکر کنم. ولی طبق تجربه‌ای که داشتم مثلا سال اول که من خودم دانش اینترنشنال بودم، دغدغه اینو داشتن که توی زمانی که بازی که شما داری درس میخونی بگردی دنبال کار تخصصی، یکم وقت تلف کردن. اصلا 6 ماه آخر رو نمیگم، اتفاقا خیلی فوق‌العاده است که شما 6 ماه آخر اصلا شروع بکنی برای اپلای کردن واسه کار تخصصی، به خاطر اینکه اصلا یه عین آیلتس دادنه. شما هر چقدر زبانت خوب باشه تکنیک رو باید یاد بگیری. اپلای کردن 0 تا 100ش تکنیکه، یعنی رزومه خوب نوشتن، مصاحبه پاس شدن، اینترویو با ریکروتر، بعد میری مثلا با هایرینگ منیجر، HR منیجر، بعد میری مثلا با مدیر بالاتر. اینا همه یه چیزی که شما باید عین یه کورسه که میگید که من 6 ماه واسش وقت میذارم. بهترین حالتش هم 6 ماه مونده به اینکه درستون تموم بشه، به خاطر اینکه بعد از اینکه شما درستون تموم بشه حالا شروع کنید وقت گذاشتن واسه این چیزا که یاد بگیرید، خیلی انرژی منفی واسهتون داره. چون بعد واسه اپلای من از هر کسی، هر کدوم از بچه‌های فارغ التحصیل که پرسیدم که چقدر اون زمان میپرسیدم که چقدر زمان برد که شما کار پیدا کنید، همه‌شون عدد 6 ماه واسه من آوردن که تو 6 ماه در نظر بگیر که با تمام تلاشایی که میکنی بعد از 6 ماه کار پیدا کنی. که توی مثالم هم زدم، ما بچه‌های فارغ التحصیلی داریم که 1.5 سال بود مدام دنبال کار میگشتن. یعنی فکر میکنم عدد 6 رو اون بچه‌های خیلی پرانگیزه‌ای گفتن که خیلی با دیسیپلین فول تایم روزی 7-8 ساعت وقت می‌ذاشتن واسه اپلای کردن که 6 ماه گرفتن، چون میتونه این پروسه خیلی طولانی‌تر هم بشه. بعد از درس چند وقت میتونی بمونی اونجا کار پیدا کنی که بعدش PR بگیری اگه PR نگرفته باشی؟ یکم متاسفانه اطلاعات من توی این حوزه کمه، به خاطر اینکه میگم به خاطر PR ما کاملا مسیرمون جدا شد. ولی میدونم که اون ورک پرمیتی که شما بعد از فارغ التحصیلی میگیری اسمش PGWP هستش که یه ورک پرمیت 3 ساله هستش. شما تا 3 سال این ورک پرمیت رو داری که بتونی کار تخصصی پیدا بکنی و بعدش اقدام بکنی برای PR. زهرا یه خواهشی ازت دارم، میتونی یه ذره درباره خرج زندگی اونجا و نسبتش با حالا پولی که باید واسه دانشگاه بدی و پولی که کار جنرال پارت تایم بهت میده با همون صحبت کنی؟ مثلا الان دانشگاه که میگی ماهی ترمی 10 الی 12,000 دلاره، اینو باید تو 3 ماه مثلا تقسیط میکنن برات، نمیکنن همون اول ترم باید بدی؟ بعد پول کار جنرال چقدره و حالا خرج زندگی تو کانادا چقدره توی اتاوا؟ سوال بسیار خوبه. یه چیزی که میتونم با قطعیت بگم اینی که شما کار جنرالتون اصلا کفاف اینو نمیده که بخواید هزینه تحصیلتون رو بدید. یعنی اینو 100% بهتون میگم. آره یه سری استثناءات داره که مثلا شما با پارتنرتون میاید، ایشون کار تخصصی پیدا میکنه فول تایم، چون ویزای همراه وقتی همراهتون میاد میتونه کار تخصصی پیدا بکنه فول تایم و تو اون شرایط آره کار تخصصی شو حداقل دیگه فکر میکنم مثلا ماهی 4,000 تا درآمد داره. اون تو اون شرایط میتونی به این فکر کنی. ولی به غیر از این حالت
اصلا شما اینو در نظر بگیرید که نمیتونید با کار جنرال هزینه تحصیل بدید. شما تنها کاری که میتونید بکنید و شدنی هم هست اینی که شما با اون کار جنرالی که میکنید بین 20 ساعت تا 40 ساعت که میگم حالا چطوریه، میتونید هزینه زندگی و حالا اجاره و خورد و خوراکتون رو بدید. که البته بچه‌ای هستن که میتونن داخل کمپس دانشگاه کار بکنن، این مدت زمان از 20 ساعت میتونه تا 40 ساعت هم بره. ولی خب شما در نظر بگید مگه چند تا کار توی داخل کمپس دانشگاه هستش؟ پس خیلی تعداد کمی از دانشجوها همچین شرایطی دارن. پس ما در نظر میگیریم که خارج از کمپس دانشگاه شما 20 ساعت میتونی کار بکنی که میتونی خرج زندگی رو بدید. که البته یه امای خیلی بزرگی هست. فکر میکنم الان مثلا همه راجع به شهری مثل تورنتو الان اطلاعات دارن که خیلی از لحاظ مالی خیلی داره فشار میاره به بچه‌هایی که هنوز وارد بازار کار نشدن، یعنی با همین کار جنرال دارن میکنن، دانشجوان. و یکی از دلایلی که ما تورنتو رو انتخاب نکردیم مثلا همین بود، به خاطر اینکه متاسفانه تو تورنتو اون چیزایی که خبرایی که داریم میشنویم برای دانشجوها هم خیلی سخته، با اینکه یه زندگی خیلی ساده رو میخوان، با همخونه حاضرن زندگی بکنن، اصلا زندگی سطح بالایی نیاز ندارن، ولی میدونم که خیلی دچار مشکل بخاطر اینکه هزینه تو تورنتو مخصوصا هزینه مسکن که خیلی متفاوته، خیلی دیگه تفاوت داره با شهری مثل اتاوا. و نمیدونم واقعا اون چجوری دارن هندل میکنن. ولی اگر تورنتو و ونکوور رو در نظر نگیریم و اگر شرایط بچه‌ها جوریه که نمیتونن به فکر این باشن که برای خورد و خوراکشون، برای مثلا هزینه اجارهشون نمیتونن انتظار این داشته باشن که از ایران براشون پول بیاد، انتخاب کردن شهرهای مثل تورنتو و ونکوور برای درس خوندن هم تو شرایطی که نمیخوان فاند بگیرن، یکم به نظرم باید بیشتر راجبش فکر بکنن. بیا یه ذره ببریم به سمت فان و اینا، خیلی جدی شد همه چی. از شوکای فرهنگی که اونجا بهت وارد شد برامون بگو. واقعا شوک فرهنگی واسم کم داشت. کم بود؟ از بس آماده رفتی. میدونی چقدر خوش شانس بودی طبق چیزایی که تعریف میکنی. البته خوش شانسی نبوده، شما خیلی تلاش کردین و خب آدمی که بیشتر تلاش میکنه شانسای بیشتری هم جلو راهش قرار میگیره. همین یه چیز دیگه هم به نظرم واقعا به کسی که بخواد گوش بده به این پادکست خیلی مهمه که نگفتم، این که اینجا ماشاءالله اینقدر ایرانی ریخته، راجع به هر چیزی سوال بپرسی همه یه نظری دارن. اصلا خواستم بگم یکی از دلایلی که ما همه قدمامون درست بوده اصلا دلیلش اینه که از آدمای درست سوال می‌کردیم. اینم خیلی چیز مفیدیه، به خاطر اینکه تو اینجا ماشاءالله از هر کی سوال بپرسی هر کسی جواب داره بده. و ممکنه آره این اصلا سوال خود باشه که خود چجوری که مثلا این 2 سال رفته یه قدم مثلا اشتباه برنداشت. من واقعا به خاطر این بود که از آدم درستش می‌پرسید. ولی من هرچی کانادایی بگم فرهنگش خیلی جالبه. هر چیزی که اومده اینجا خراب شده هم به خاطر فرهنگ مهاجراست. من دوستای هندیم واقعا حتی خیلی بهتر از ایرانی هم. این مدلی که مثلا دستشون میکنن تو خورش و به تو یه چیزی میدن بخوری، مثلا اینجوری هم که تو چی را فکر میکنی؟ تو خورشت؟ غذاشون اصولا آبکیه، حالا برنج هم دارن، از محبتشونه. مثلا اینو تولد میگیرن میگن من انقدر دوست هندی دارم بیشتر از دوست ایرانی من دوست دارم. یه ساختاشون جوری تیکی چیکو برمیدارن، یه گاز میزنن، بعد شروع میکنن به همه همون تیکر. مثلا اینجوری که میان سمت من اینجوری که داداش برو حرفشم نزن، به قول تو I'm diet I am diet به قول تو شوخیشم زد no sugar. شوک فرهنگی اتفاقا برعکس، نمیدونم حالا برای من اینطوری بود یا واسه بقیه بچه‌ها. من اصولا یکم پذیرشم راجع به فرهنگای جدید بالاست، اصلا لذت میبرم. برای همین دوستای مختلف دارم از ملیت‌های مختلف. اینجا واقعا شوک فرهنگی نداشت که منو اذیت بکنه، بدتر چیزایی بود که من خیلی دوست داشتم که تو ایران نباشه یا رعایت بشه که اینجا رعایت بشه. ولی قسمت جالبش اینه که حالا من که میگم تجربه 2 سالم حتی اینجا ندارم، ولی بچه‌هایی که بیشتر از من اینجا زندگی کردن میگن که اینجا کم کم به دلیل اینکه تعداد مهاجرا داره زیاد میشه، نه فقط از ایران، بلکه کشورهایی که تقریبا هم فرهنگن با ایران، حالا اسمش رو نبرم، قشنگ داره فرهنگ اینجا رو
به سمت بد عوض میکنه. مثلا یه چیز خیلی فان بحث مثلا آمبولانس. اینجا اون روز یکی از دوستان میگفت نسبت به سال گذشته تا به الان من این تغییر رو دارم حس میکنم، چه برسه به سالهای دورتر که اینجا کلا وقتی آمبولانس میومد رد بشه از خیابون اصلا همچین فرهنگی نبود. مثلا وقتی توی ماموریت بود که مثلا بقیه ماشینا بیان تو لاین پشتش بخوام با سرعت برن، اصلا همچین چیزی واسهشون معنی نداره. و اون روز ورشته داشتن میگفتن که ما اینو خیلی زیاد بالای مثلا 6-7 بار دیدیم که به محض اینکه آمبولانس رد میشه یه تعداد ماشین میان پشتش و تقریبا مثلا کانادایی‌ها مطمئنن که آقا این فرهنگ توی کانادا نبوده، قطعا از بقیه ملیت‌ها. این تو ایران درست شده ها. این تو ایران درست شده. چجوری؟ مدت هاست من میبینم آمبولانس میره و ببین قبلا آمبولانس داشت میرفت ملت میزدن به هم که بیفتن پشت آمبولانس رد. مدت هاست من تو حکیم همت میبینم مردم آمبولانس داره واسه خودش میره، مردم آروم دارن میرن. چه خوب. اصلا کسی دیگه دست سر کسی رو نمیشکنه که بیفته پشت آمبولانس، یا همه راحت به آمبولانس راه میدن. قبلا این شکلی نبود. برگردیم تو این 2 سالی که نبودی تهران خیلی عوض شد. به خاطر من بوده. خب بیا یکم از فرقای اونجا برامون بگو. مثلا چه چیزایی اونور به دست آوردی که به نظرت ایران نداشت و تو ایران نمیتونستی به دست بیاری؟ چه چیزایی اونور هست که مجابت میکنه که از تصمیمت راضی باشی و دوست داری این کاری که کردی؟ به نظرم پیش پا افتاده ترین چیزی که کاملا برای هر کسی مسلمه، اصلا برای خانوما، یکی خب آزادی که شما اینجا دارید و بحثم فقط بحث حجاب نیستش، یعنی خیلی فراتر از این حرف هست. آزادی این که شما هر مسیر شغلی که بخواید میتونید انتخاب کنید. این چه صادقانه میگم، ما تو فرهنگ ایران شما یا باید مهندس بشی یا وکیل یا دکتر. اینجا افرادی میبینی که به شدت موفقن و من مطمئنم که تو 90% ذهن آدما یکی از معیار موفقیت بحث پولداری هم هست دیگه. لحاظ درآمدی خیلی درآمد بالایی دارم. من اصلا توی کاتگوری مهندس و دکتر و وکیل نیستم، جدی میگم بهتون. مثلا فرض کنید نقاشه، طرف نجاره. توی ایران اصلا اینجوریه که مثلا یعنی چه که دختر بخواد نجار بشه؟ حتما خیلی لحاظ مثلا سطح خانوادگی حتما سطح خیلی پایینی داشته. اینجا اصلا همچین دسته‌بندیایی نیست و این خب این چقدر روی مدل زندگی ما تاثیر داره، مخصوصا برای خانوما که خیلی بدتر از آقایون، چون آقایون هم همچین محدودیتی داشتن، حالا برای خانوما حتی بدتر هم هست دیگه. و اینجا ببین که شما چقدر آزادی به هر چیزی که تو ایران اصلا نمیتونستی بهش فکر بکنی. یا مربی ورزش، میگم نجار، شغلایی که خانواده ها دوست دارن که بیشتر از این مثلا بری اون سمت به فکر مهندسی و دکتری و اینها باشی. اینجوری شما آزادی این داری که هر جوری که دوست داری مسیرت رو انتخاب بکنی. و به قول یکی از استادا که خودش در واقع مهاجر بود که از اروپا اومده بود اینجا، همیشه من میگفت تو قدرت اینو داری اینجا که خودتو کامل ریبرندینگ بکنی. یعنی اصلا مهم نیست شما مثلا 5 سال تجربه چه کاری تو ایران داشتی، بذار کنار. اگه واقعا یه چیز دیگه ای علاقه داشتی که مثلا خانواده‌ات زورت کرده بودن، میای اینجا شروع میکنی اول حالا به صورت فری اسکیل یاد میگیری، مارکت اینجا رو میشناسی، یکم وقت میذاری و کم کم چشم باز میکنی میبینی رفتی تو مسیری که اصلا تو ایران یک ذره تجربهشو نداشتی، فقط ذوق و پشنشو داشتی و میفهمی که به هر چیزی میتونید دست پیدا بکنی، فارغ از این که چند سالته، چه بک‌گراندی داشتی و این چیزا. دیگه رسیدیم به آخرای بحثمون. 2 تا بحث میمونه. اولیش این که اونجا این مدینه فاضله‌ای که میگن هست یا نه، و اینکه چقدر این تصویری که توی ایران ساختن از ایران بری دیگه همه چی اوکیه، دیگه زندگیت رواله، این چقدر درسته؟ حس میکنم ممکنه یکم بایاس باشه، چون من همه اتفاقاتی که تو مسیر من افتاده اتفاقات خوب و مثبت بوده. شایدم شکست بوده و من اصلا اینطوری تعبیرش نمیکنم. اصلا در مقایسه با ایران اصلا حرفی درش نیست که کانادا فوق‌العاده است. ولی وقتی شما میای اینجا، بعد از اینکه با مارکت اینجا آشنا میشی، تو مسیر پیشرفت میفتی و خودتو خیلی خوب میکشی بالا،
اون موقع خب سطح انتظاراتت هم میره بالا دیگه. من الان تو جایگاهی که هستم حس میکنم که نه، من شاید چند سال دیگه نخوام تو کانادا بمونم، به فکر جای دیگه ای باشم، مثلا به فکر آمریکا باشم. ولی این چیزی که من بهش رسیدم حاصل خارج شدن از کشوری مثل ایرانه، اومدن اینجا بابت یه چیزی تلاش کردن، خیلی 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 روی خودم وقت گذاشتم که به این نتیجه رسیدم. پس اگر حرف من مخاطب من کسی هستش که تو ایران داره زندگی میکنه، اصلا اون آخر صحبت من مثلا براتون مهم نباشه. 100% بهترین تصمیمی که شما بخوای از ایران خارج بشی، بیای توی کشور جهان اول مثل کانادا، حالا نه فقط کانادا، کشورهای دیگه هم هستن، ولی این بهترین تصمیمه واقعا. بعد از اون شما چون هر چی پیشرفت میکنی، خب مدل فکری شما هم بهتر میشه دیگه. از یه کشور جهان سوم یا کشور جهان اول فکرت بازتر میشه، به چیزهای سطح بالاتر فکر میکنی، حالا تصمیمات بهتری هم میگیری که شاید بخوای از این کشور بهتر بری که لول زندگیش خیلی بالاتر. ولی برای کسی که تو ایران هستن به نظرم یکی از بهترین تصمیم است. و سوال آخرم این بودش که آیا از تصمیمی که گرفتی راضی هستی و برگردی به عقبم این کار رو ادامه میدی؟ که تقریبا جوابش رو دادی دیگه. دقیقاً. من یکی از ناراحتیام اینه که چرا زودتر این کار انجام ندادم، چون وقتی شما تو سن کمتر میای انتظاراتت هم کمتره دیگه. حالا میخوای اصلا از کار جنرال گرفته یا هر چیزی، بالاخره شما که زندگی رو ساختی، اصلا تحصیلاتت هم داشتی، مسترت هم داشتی، کار خودت هم داشتی و میای اینجا دوباره باید از صفر شروع بکنی. خب این که این ضربه که نگیم، این شرایط موقعیت رو تو 20 سالگی واسه خودت ایجاد بکنی یا تو 30 سالگی، 40 سالگی، 50 سالگی، خب خیلی متفاوته دیگه. فکر کنم یکی از مهمترین دلایل. بعد شمایی که تو ایران یه کاری ببخشید که صحبت نموشد ادامه. حس می‌کنم یکی از دلایلی که یکم مچ شدن با جامعه تو سن بالاتر، یعنی یکی از چیزهایی که همه میتونن ببینن، پدر مادرایی هستن که میان اینجا. خب کاملا مشخصه پدر مادر تو سن مثلا 50 سالگی یا مثلا 45 سالگی داره میاد اینجا، یا میبینید که اتفاقا خیلی هم شغل و درآمد خوبی داشته، ولی به خاطر بچه‌ها میان و متاسفانه نمیتونن مچ بشن با مارکت اینجا. به خاطر اینکه خب صادقانه بگم، این که شما تو 20 سالگی بخوای مچ بشی با یه جامعه جدیدی مثل کانادا خیلی فرق داره، خیلی راحت تره تا اینکه تو سن 50 سالگی شما بهترین مهندس هم باشی، بالاخره بعد اینجا بیای و به این فکر کنی که بعد بشینی وقت بذاری مثلا اون سرتیفیکیتی که اینجا برای مهندسا هست مثلا رو بخوای اونو پاس بکنی. قطعا خیلی سخته. برای همین پدر مادری که میان اینجا به نظرم یه خیلی چیزا رو میذارن کنار که فقط به این که بچه‌هامون برسن به چیزی که میخوام. و یه چیزی هم که هست که حالا خودت هیچ اشاره تو صحبتات نداشتی، شاید دوست نداشتی بگی، اینه که شما از روی ناتوانی و ناچاری از ایران نرفتین. یه کریر خیلی خوبی داشتین، یه زندگی خیلی خوبی داشتید و داشتید تو ایران راحت زندگی میکردید. از روی ناتوانی نبود رفتنتون. خیلی الان از روی ناتوانی میخوام. این که شما تو ایران یه زندگی خوبی رو داشتین و الان راضی، خب این به نظر من خیلی دستاورد بزرگیه و دمتون گرم بابت تمام تلاشایی هم که تو این مسیر کردید. خواهش می‌کنم. کاملا حرفت منطقیه. ما فقط یه تفاوتی داشتیم، حالا من و همسرم با بقیه آدمایی که شرایطشون مثل ما بود و دوست نداشتن از ایران خارج بشن، این که ما همیشه پیشرفت دوست داشتیم، ولی وقتی 5 سال 10 سال آیندهمون رو می‌دیدیم توی ایران، حس می‌کردیم اون چیزی که تو ذهنمونه بهش نمیرسیم و بحثم فقط بحث مالی نبود. درسته ما هیچ مشکل مالی نداشتیم تو ایران، ولی اون بحث پیشرفته چیزی بود که به نظرم ما فکر می‌کردیم که قطعا اگر تو ایران بمونیم یه مانع خیلی بزرگی واسمون و مثل اینکه تا به اینجا هم بهمون ثابت شد که طرز تفکرمون درست بود. خیلی براتون خوشحالم واقعا از قلبم. برای خودم خیلی ناراحتم که شما دوتا رو دیگه ندارم و برای شما دوتا خیلی خوشحالم که انقدر اتفاق خوب براتون افتاده. انشالله به زودی می‌بینیم. اگر چیزی میخوای ایشالله خدا درت بشه. اگر چیزی میخوای اضافه کنی، صحبت نهایی داری با همون، با کسایی که میخوان بیان کانادا، بیان اتاوا، دوربین در اختیار شماست. دوربین 1 بابت خیلی بی‌نمکه. نه خیلی با نمکی که سفر
بابت اومدن اینکه اتاوا رو انتخاب بکنی یا تورنتو یا هر شهر دیگه، بابت اون نظری ندارم، ولی خیلی چیز کوتاهی بگم. میگم یکی از تصمیمای درستی که من اینجا گرفتم اینه که همیشه از آدمایی مشورت میگرفتم که واقعا بلد اون کار بودن. یعنی من نگاهشون میکردم و میگفتم که من دقیقاً دوست دارم 5 سال دیگه هم 10 سال دیگه هم 20 سال دیگه هم دقیقاً این آدم باشه و واقعا از اونا حالا چجوری بگم ادوایس و نصیحت میگرفتم. توی 2-3 سال اول من تجربه، یعنی نصیحتی که از همشون گرفتم اینه که تا جایی که میتونید نویز زندگیتون رو کم بکنید. این نویزه میتونه بحث مالی باشه، بحث قرض گرفتن باشه، بحث آدمای دور و برتون باشه و اون 2-3 سال اول، حالا من مینیمم دارم میگم 2-3 سال اول رو فقط وقت بذارید روی خودتون. یعنی تنها باشید، وقت بذارید یه اسکیلی رو تو خودتون پرورش بدید که به درد مارکت اینجا میخوره، میارزه اون تنهاییه. دور باشید از شرایط مثلا خیلی سنگین شهرهای مثل تورنتو و ونکوور که واقعا شما اصلا نمیتونی به پیشرفت فکر بکنی وقتی هنوز تو لول اول مثلا مزلو داری دنبال مثلا اجاره مثلا آخر ماه میگردی. پس میتونی یه تصمیم تو زندگی بگیرید که اون 2-3 سال اولتون به دور از نویز روی خودتون فقط وقت بذارید. بعد از اینکه فارغ التحصیل میشید یا اصلا اونایی که حتی درسی هم نمیان با ورک پرمیت مثلا ایرانی‌ها میان اینجا، تو اون چند وقتی که فرصت دارن واقعا یه برندینگی رو خودشون انجام میدن و بتونن خیلی راحت‌تر وارد بازار کار بشن. مرسی زهرا، مرسی که وقتتو گذاشتی، مرسی که با همون صحبت کردی. امیدوارم این ویدیو برای بچه‌ها مفید باشه. هر سوالی هم داشتین همین زیر بپرسید، ما از مهمونای بعدیمون حتما میپرسیم و بهمون بگید که دوست دارید با چه شهری و چه کشوری بیشتر آشنا بشید که من برم یه آدمی توی اون شهر کشور پیدا کنم و بتونیم باهاش برنامه ضبط کنیم. بازم ازت ممنونم، مرسی که اومدی. خواهش میکنم، مرسی.